لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تماشابینان عزیز گرامی، چطوری که شما میدونید در این برنامه مستقیم یوتیوبی وابسته به طلبات و خواهش بینندگان در موضوعهای مبرم روز ما صحبت ها انجام میدهیم و یکی از موضوعهای مهمی که امروز مردم ما و عموما مردم سیاره جهان از بی‌مهری و به چیز اهمیتی احترامی خویش تباری رنج میکشند و از همین سبب خواهش کردند که صله رحم یا اینکه احترام خویش تباری یا اینکه اهمیت دادن به خویش تبار از نقطه نظر دین مبین اسلام صحبت داشته باشیم. موضوع امروزه ما در صحبت امروزه ما در موضوع صله رحم یعنی خویش تباری که باید مسلمان با خویش تبارانش چی معامله داشته باشند. اگر معامله نیکی که دارند یعنی در زندگی و رزق و روزی و اهل و خانواده و فرزندان و آینده و در سین سال پیری چی برکت ها و عزت و سعادتی رو میبینند. اگر در صورتی که اهمیت نمیدهند و به احترامی میکنند یا قطع صله رحم میکنند یا اینکه قطع خویش تباری میکنند چی ناکامی و بدبختی و بی‌برکتی و نحسی و کسرتی و کثافتی رو میبینند. و از نظر دینی مبین اسلام خدا و رسول خدا و مذهب امام ابو حنیفه در خویش تباری چی توصیه های امر و نهی کردگی هستند؟ اطراف این همه سوال های کشیدگی هست، ما انشالله پاسخ میدهیم. حالا صله رحم یکی از عبادت های بزرگ در دین مبین اسلام هست که در اون رضاگی پروردگار و سبب داخل شوی مؤمن می شود. حتی صله رحم یعنی که احترام خویش تباری و مناسبت نیک با خویش تبار. خویش تبار یعنی کی رو ما در نظر داریم؟ قبل از همه پدر و مادر، بعد اکا و دادر، اپا و خواهر، دایره اول، دایره یکم، دایره دوم. حالا عمک و عمک بچه و عمک و خاله و عمه و خاله و عمک و تقا و اینها دایره دوم. دایره سوم عمک و عمک بچه ها و خاله بچه ها. دایره دیگر وسیع‌تر تمام مسلمان ها که مسلمان ها رو پروردگار برادر همدیگر خواندگی هستند. این استعیذ بالله انما المؤمنون اخوه، یعنی مسلمان ها مؤمنین برادر همدیگر هستند. مسلمان ها برادر همدیگر هستند. همیشه باید که در فکر برادران مؤمنشان باشند، چی به دعا، چی به کمک، چی به یعنی دستگیری، چی به یعنی چیز همکاری یا خیرخواهی یا دیگر. یعنی این همه اهمیت دادن به خویش تباری. قبل از همه گفتم که یعنی صله رحم کی رو در نظر هست؟ پدر و مادر قبل از همه، بعد فرزندو، خب حالا اکا و دادر، اپا و خواهر و یعنی بعد چیز عمک و تقا و عمک بچه ها و خاله بچه ها و خویش تباری دور، یعنی دور یا که نزدیک همه، یعنی این همه وابسته به قریب بودن. یا گفتم فرزند، حالا که این صله رحم به فرزند نباشد، حالا اون فرزند دیگر یگون پدر دیگر یا یگون مادر دیگر ندارد، یگون همین پدر و مادر است که به اون فرزند باید مهربان باشد، باید اون فرزند رو تربیت کند. دویم جان جگرش رو در بالای اون فرزند بگذارد و همیشه برای کامیابی اون فرزند از خردسالی تا دیگر باید که همیشه در فکر فرزند باشد. و فرزند هم که باشد باید که دویم جان جگرش بالای پدر و مادر و همیشه در فکر خدمت پدر و مادر باشد. اگر میخواهد این همه رو به خاطر چیست؟ به خاطر که اگر میخواهد رازگی پروردگار و جنت، حتی در سن سال پیری
شما یک مثال، حالا مثال آیات حدیث میگیم بسیاریا تصور میکنن که اگون یعنی یک مسئله فقط سخن است، نه واقعیت. حالا واقعیت ببینیم. شما دیدید یگون انسانی که انسان‌هایی که مسلمان‌هایی که یعنی با پدر و مادر قبل از همه، با فرزندان، با یعنی اکا و دودر، با اپا و خواهر، با اما و خاله، با تقا و یعنی امک، این همه مناسبت‌های نیک داشتن، همه این خشتبارو به نیکی یادشون میکردن، بعد اونو خور شدن. هیچ ممکن نیست خور نمیشود. ببینید که بسیار با خصوصا در سین سال پیری، سین سال پیری رو برای چی؟ به خاطری که خلاصه حیات رو انسان میبیند در سین، یعنی هر چی که انجام داده است در جوانی یا میان عمری، در سین سال پیری انسان اون رو میبیند. برای همین باید مسلمان دور فکر کند. حالا میگن دوراندیش کی هست؟ دوراندیش همونی است که پیری رو فکر میکند از جوانی، که من در پیری خور نشوم. در پیری خور نشوم یعنی چی؟ مناسبت نیک با خش تبار، با اکا و دودر، با اپا و خواهر، با فرزند و با همه، حتی با وطن و با کشور و با دولت و با حکومتش و با همه، یعنی مناسبت نیکش که این همه سراغش کنن. فردا بپرسن چه حال دارید، چی وضعیت هستید، سلامتی چطور هست، این همه را چی بپرسند که در سن سال پیری. برای همین انسانی دوراندیش همونی است که فکری پیری رو میکند. هیچ کس نمیدونه داره پیر میشود نمیشود. ممکن 100 برود، ممکن 110 برود. بعد چیکار میکنه؟ نیستن بعضی انسانایی که سال خورده آرزوی مرگ میکنن که دیگه خور شدن و زار شدن. چرا این همه خوری و زوری، ذلیلی و زیری پو؟ بپرسید برای چی؟ اونو میگن که برای چی؟ و این یک درس عبرت برای انسان میشود. انسان‌ها، من برای همین در بسیار برنامه‌ها زیادتر از واقعیت زندگی، از روزمره حیات روزمره، اون چیزی که به چشم سر می‌بینیم، از این من میگویم تا اینکه یعنی واقعیت بین باشیم، دوراندیش باشیم. کوشش کنیم برای کمک خویش تبارک، کوشش کنیم برای یک انسانی در چیز یعنی درمانده. تو حد امکان. اسلام نمیگوید که هر چی داری ببرو رو بده و خودت نیازمند شو. نه، به قدر امکان. ببینید همون انسانایی که خور شدن، زور شدن، ذلیلن، آرزوی مرگ میکنن، و بگید چی شد؟ خب میگه که دیگه چی؟ من خودم شخصا خودم بعضی از انسانایی که در همون بیشای خونه 5-6 فرزند سراغشون نمیکنن پرسون شدم. گاه کمی هم باشد، اندکی هم باشد، یک کمک میبریم. میپرسم چی شد؟ میگه دوملو خیلی که نپرسید دیگه، خود کرده رو دوا نیست. خود چی؟ ما نام شما رو در هیچ گیجو نمیگیریم، فقط برای عبرت خود درس بگیریم، سبق بگیریم، عبرت بگیریم. چگونه کامیاب شدن ممکن است و چگونه ناکام شدن. چی میشود که ناکام میشود انسان؟ چه کار کند که ناکام میشود؟ اگر روز شب بگم یک کشیدنی و یک نوشیدنی را از زن و فرزند، اکا و دودر و پدر و مادر از همه بالا دانستیم، حالمون اخیر همین. برای همین من مراجعت میکنم به بینندگان عزیز که بسنجید. هر انسان، هر مسلمان باید ترازو داشته باشد، چینک داشته باشد، تحلیل داشته باشد، تشخیص داشته باشد، دور فکر کند تا اینکه در پیری خور نشود. برای همین انسانی مسلمان باید که چیز سیله رحم، خویش تباری رو چقدر با دست دندان مستحکم بگیرد، همون قدر خداوند عزوجل برای اون عزت و برکت و سعادت میدهد. پیامبر علیه السلام میگویند که الرحمون یرحمهم الرحمن، ارحموا اهل الارض یرحمکم اهل السماء. شما رحم کنید تا پروردگار رحمان برای شما رحم کند. شما یعنی اهل زمین رو، اهل زمین یعنی که قبل از همه پدر و مادر، فرزند، اکا و دودر، اپا و خواهر، اما و خاله، تقا و امک، این همه رحم به اینو کنید، صله رحم کنید، خشتباری خوبی داشته باشید. او امکانیت مالی ندارید، امکانیت مادی دارید، یک احوال پرسی کنید. خاله جان، اما جان، امک جان، چی حال دارید؟ چی زندگی چی خیلی است؟ سلامتی چی خیلی است؟ چی خدمت کنم؟ تا حد امکان وقتی که رفتید یا خبرگیری رفتید، خو اما خو امک خو خاله خو تقو،
و مردم ما میگن چلیکو در پتیکه بینید نره یا 4 تا نان، هیچ گپ نیست. همه را زورش میرسد. 2 تا نان دستی خالی نره، در پیشکش میمونید. به قدری توان، اگر میتوانی 1 کیلو اگ نبات، یک چند تا شیرینی، برای دسترخوانش یگون چیزی، یا که نباشد یگون پول و پیسه، پول و سومونیه یا چیزی در دستش میدهی. پیامبر علیه السلام میگه که تهادوا تحابوا، شما هدیه بدهید به همدیگر، هدیه بدهید تا اینکه محبت همدیگر به همدیگرتون، محبتتون زیاد شود، احترامتون زیاد شود. همیشه مادر خبرگیری رفتی یک چیزی که مادر جان اگه به قدری توانم این نوع چیز است، این ارزش شما، یعنی ارزش شما دنیا هیچ چیز برای شما کم است، لیکن توانی من همین است، در حقم دعا کن. باور کنید اگر همین مناسبت با خویش توار و خصوصا با پدر و مادر اگر کردید، یک چیزی نوع چیز هم باشد بردید دادید، دعای طلب کرد، دعای خیر برکت از مادر دعا طلب کردید، حتمی برکت میابید. حتمی در تجارتتون، در کسب و کارتون، در رزق روزی، حتی در فرزندانتون. حتی قرآن میگوید، قرآن در تفسیر اشاری، یعنی مفسرون تفسیر کردگی هستند، پروردگار میگوید که فرزند نیک میخواهی فرزند نیک باش، فرزند نیک میخواهی فرزند نیک باش، فرزند نیک شدی فرزند نیکت میدهم، اگر فرزند بد شدی فرزند نیک رو نمیبینی. این سنت پروردگاری است، این قدرت الهی است. برای همین باید که مسلمان باید بیدار باشد، هوشیار باشد، یعنی کمک کند، دایم مفید باشد. یک چیزی دیگر است در خشتباری و در عموم. هر مسلمانی باید همیشه آرزو کند که پروردگار رو با من امکانیتی بده که با این نیازمند، این خویشم، مادرم، پدرم، برادرم، دوستم، رفیقم کمک میکردم. همین آرزوی کمک کردن رو کنید، پروردگار به همون مقصد میرسوند. هر انسانی هر کمکی کرد، هر امیدی را که کند، پروردگار هیچ بنده امید کردهش رو ناامید نمیکند. مهم است شما نیت رو نیک، قلب رو صاف و پاک و عملهای صالح، برای عمل صالح، برای نیکی کوشش کنید. پروردگار در تمام کارهای نیک کامیاب و موفق میکند. تجربه حیات زندگی اثبات کردگی است و خدا دروغ نمیگوید، خدا وعده خلاف نیست، خدا پروردگار وعده خلافی نمیکند. وقتی که انجام دادید میآید. انسان به هر کسی که کرد، چی به پدر و مادر، چی به فرزند، چی به اکا و دادر، چی به اپا و خواهر، چی به عمه و خاله، چی به عمک و به تقا، هر کمک که کردید بسم الله بگید. قبل از همه یکی از شرطهای اساسیه که اون عمل شما مبارک و با برکت شود، اجر و پاداش و خیر و برکت شود، عزت و سعادت در سین سالی پیرانسالی بیمداریت شود. بسم الله، به خاطر خداوند عزوجل. حالا با همسر، با زن، پیامبر علیه السلام میگه شما یک لقمه رو، چی مغز باشد، چی مویز باشد، یا برده گوشتی باشد، یا برده نانی باشد، نانی خشک و برده نانی خشک هم باشد، یک برده رو در دهان اظهار محبت و به خاطر خدا بسم الله میگه در دهان همسر یا شوهر یا که زن میگذارید. پیامبر علیه السلام میگه که پروردگار ذره‌گیر، استعیذ بالله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، پروردگار همین لقمه رو میگیرد، جمع میکند، جمع میکند، مثل کوه احد برایت برمیگرداند. من یک قصه بگویم، یک واقعیت بگویم که برای خود و برای همه عبرت و درس باشد. یکی از برادران ما یک سفری خارجی داشتیم، در هواپیما با هم نشستیم و در روش صحبت از پدر خود و از مرحوم مادر خود قصه کرد که بسیار پندآمیز است. اگه مادرم بیمار شد، خسته شد، ما پنهان میکردیم از اون بیماری سرطان، یعنی بیماری خطرناک، ما پنهان میکردیم که درک نیابد. بالاخره کسی میگوید که گفته استش. بچه‌ها رو، همه فرزندا رو فریاد کرد، گفت بچه‌ام، فرزندام. حالا دخترها هم بودن، میگه دخترها نبودن. ما بچه‌ها رو فریاد کرد، میگه گفت که بچه‌ام، ما با پدرت بسیار زندگی شیرین گذروندیم تا حاضرم. من از پدرت هیچ عذری تا حال از پدرتون ندیدم.
و پدرتون رو از صمیم قلب دوست داشتم و دوست می‌دارم و سزاوار دوست داشتنم هست. ببینید در حالت وزین ترین پیش از سکرات موت، حالا که دیگر من به بیماری مبتلا شدم که از این نجات نیست. در حق من یک خواهش من همین که دویم دعا کنید، اما من وفات کردم حتمی به پدرتون بکوید یک زنی خوبی بدهید و پدرت تنها نماند، تنها خواب نرود، خور نشود، کسی باشد که نگاه و بینش کند، چرا که انسان در پیری نیاز به زن و به نگاه بینی دارد. ببینید این زن، این زن جنتی، این مادر جنتی پیش از مرگش به فرزندانش چی توصیه و چی نصیحت. حالا ببینید مناسبت اینه که حتی با زن ببینید انسان چقدر با قدر میکند. بعدی میگوید خدا رحمت کند مادر از دنیا گذشت، گفتیم که پروردگار رو این وصیتی مادری ما رو برای ما نصیب روزی بگردون که عملی کنیم و جستجو کردیم همه فرزندو. گفتیم که هر جایی که میابید یگان زنی که حالا دیگر ادب داشته باشد، اخلاق داشته باشد، نیتی نیک داشته باشد، قلبی صاف و پاک داشته باشد، هر چی که با کدام شرایط و با کدام شرط و شروطی که میخواهد ما راضی شویم و بیاریم پدرمون تنها نباشد. بیاد الحمدلله. حالا نمیدونم میگوید دعای مادرمون بود که برای پدرمون، یا که دعای ما بود که گفتیم که پروردگار رو برای ما توان بده که وصیت مادر رو عملی کنیم، یا چی بود میگوید یک زنی رو رفتیم خودش مصلحت کردیم با خلاصه اومدیم آوردیم نکاح کردیم به پدر دادیم. بهترین انسان و بهترین همچون مادر هممون دوستشون میداریم. لبای الو سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. والله عزیز یک سوال داشتیم. مرحبا. کدام عمل ضد صله رحم است؟ کدام عمل ضد صله رحم یعنی ضد خویشتن؟ خب سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ خدا خیر برکت دهد. سلامت باشید. کدام عمل یعنی چیز؟ ضد صله رحم، مقابل صله رحم. صله رحم یعنی چی؟ مناسبت نیک با خویشتبران و مقابل صله رحم یعنی مناسبت بد با صله با چی؟ با خویشتبران. الو السلام علیکم دومول عزیز. علیکم السلام. میگفتید که شخص صله رحم رو رعایت نمیکند، شریعت نسبت اون چی حکم میکند؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت. دیگر سوال نیست؟ خب یعنی صله رحم چی است؟ صله رحم نیکی کردن به خویشتبرای نزدیک دور و به عموم مسلمان ها و به عموم شهروندای خود، هموطنان خود، و مقابل این بدی کردن به پدر و مادر و فرزند و اکا و دادر و خالا و پیدی. خدا نشون ندهد. خدا را هم بخرد. ندیدیم نشنیدیم شبکه‌های اجتماعی همه پر شد فرزند خود رو برای یک پولی نوچیز یعنی چقدر ضرب و لط و دیگر. انسان باید که یعنی یک واقعیت بگویم، همین دنیا با همش هیچ ارزش ندارد. حالا گوه همین ریاست فتوای ما بعضی میگویند دعوا در مسئله میراث. من چند تایش رو دعوت کردم، گفتم برادری عزیز همین پدرت چند ساله رفت؟ 60 ساله. چی بود؟ با پدرتون چی بردید دفن کردید؟ کفن. خیلی کفنی که نه کیسه دارد، نه جیب دارد، نه مال دارد، نه هیچ چیز ندارد. بردید که همین به خاطر چور پول و پیسه اینه بگذار 100,000 هم باشد، بگذار میلیون هم باشد، و نخود که شما فرزندان یک پدر یک مادر با هم سگ و پشید دعوا کنید تا اداره رسمی جمهوریوی ریاست فتوای مرکز اسلامی سازش نکنید و نمیبینید یا بر فکر نمیکنید که همین مال اموال کو از پدر. و پدر چی برد؟ حتی خوردن نتوانست، حتی پوشیدن نتوانست، یا نپوشید نخورد به خاطر شما که فرزندانم بخرند بپوشند. شما دعوا میکنید. کجا از این عقل فراست؟ تجربه حیات باید اثبات کردگی است که کسی که دعوا میکند، کسی که ظلم میکند با فرزند پدری خود، با فرزند مادری خود ظلم میکند، هیچ برکتی رو نه در دنیا و نه در آخرت نمیبیند.
از روی انصاف، چرا که شریعت میگوید، چرا که انصاف هست، چیزی که عدل هست، از روی انصاف تقسیم کنید. چرا بده هم دیگر ظلم میکنید؟ که پدر من گفته بود که ای خود تو دیگه او از خودت حتی گفته باشد هم اوی فرزندی پدری و فرزندی همون پدر نیست، یا تنها تو فرزندی او پدر هستی و دیگر اون دیگر رو فرزندی اون پدر نیستم؟ و کجاست انصاف؟ بنابراین عزیز گرامی برادران الاسلام، هر انسانی که از روی انصاف این زندگی کند هیچ وقت خور و ذلیل نمیشود. هر انسانی که از روی انصاف، از روی رحم و شفقت زندگی کند هیچ وقت از رحمت پروردگاری محروم نمیشود. همه اونایی که خور و زور و ذلیل زیر پا میشن به خاطری که رحم نکردن، پروردگار بر اونها رحم نمیکند. پروردگار رحم به کسی میکند که اون به دیگران رحم کند. بر هم بیرحمی نکنید. یعنی نیکی به خویش تبر صله رحم است و بدی به چیز بدی به خویش تبر یعنی این چیز قطع صله رحم است، حرام است. صله رحم یکی از واجبات دینی است، سبب خوشنودی پروردگار و داخل شوی جنت می شود برای هر مسلمان. و ببینید انسان چی دارد؟ این دنیا میاد همه لوچ اوریان میآید، هیچی ندارد، حالا میرود هیچی نمیبرد. این دنیا اگر که چندی هم که نباشد هیچ سزاوار دعوا و جنجال و خرخشه و خفه کردن خفه شدن ندارد. حتی به انصافی هم کردن باید انسان انصاف کند. لبه الو آواز نمیاد. الو برای همین انسان باید که انصاف کند. مسلمان باید با انصاف باشد. انسان مسلمانی که انصاف کند هیچ وقت خور نمیشود. در مد اولی نظر بگیرید، مسلمانی که دویم انصاف میکند گذشت میکند هیچ وقت خور نمیشود. رو انیق بدونید. السلام علیکم حضرت مفتی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت یک سوال داشتیم. او مرحمت. حضرت همین گفتن که گرفتن دست یتیم و بینوا آیا صله رحم هست یا نه؟ سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ نه سلامت باشین حضرت. خدا خیر برکت دهد. یعنی یکی از معنای صله رحم کردن. تمام. صله یعنی وصل، پیوست کرد، پیوست بدن در چیز. دویم در مناسبت، در علاقه بدن با خویشاوندان، چی نزدیک چی دور. حالا در عموم رحم کردن به یتیم، به بیچاره، به بینوا، به بیمار. لیکن اونایی که دیگران یعنی بیگانگان دستی کمک دراز کند و به خویشاوندان خود اهمیت ندهد، از یک طرف ثواب میگیرد، از طرف دیگر گناهکار میشود. هم به خویشاوندان نزدیکی خود، هم به خویشاوندان دوری خود، هم به خویشاوندان طرف پدری خود، هم به خویشاوندان طرف مادری خود. ولی بعضی رو میبینید فقط یک طرف خویش میگیرد و طرف دشمن، گویا که عمک بچه‌ها دشمنش باشند. نه، خیلی نیست. مسلمان چنین رفتار نمیکند. مسلمان باید عدالت رو دائم رعایت کند. بعضی متاسفانه برای چی بعضیا با عمک بچه‌ها دشمن جانی همدیگر هستند؟ به خاطری که چی؟ به خاطری که همون مادر در گوش او خواندگی است. عمک دیداری و عمک بچه‌های توی دیگر در گوشش میخواند. حالا از همون عمک بچه‌ها هیچ ضرر دیدگی نیست، لیکن اون رو همچنین یک دشمن میدوند. برای همین باید که انسان مسلمان، حالا گفتم که مسلمان باید ترازو داشته باشد. بیجا پدر چیزی میگوید یا مادر چیزی میگوید، اگر نیک میگوید با جان و دل قبول، اگر نیک نمیگوید اونها هم انسان هستن، انسان بی نقصان نیست. اگر که نیک نمیگویند باید که انسان مسلمان باید چیز؟ مسلمان باید که ترازوی خود، ایمان خود، انصاف خود، عدالت خود، وجدان خود، فطرت سالم خود رو استفاده کند و مناسبت کند. البته یکی از صله رحم، یکی از عامل‌ها یا عمل‌هایی که انسان رو به انسان سعادت دنیا و آخرت میارد، این چی هست؟ رحم کردن به
یتیم، بینوا، بیچاره، محتاج، گرفتار، بیمار، معیوب. این یکی از عامل‌های سعادتمند کنی یا یعنی سعادت و عزت و برکتی هر مسلمان. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جمله عزیز سوال داشتیم درباره یمین. والا بجم. شخصانی که خیش تبریک که در راه دور هستند همین کمک‌های اقتصادی کنی صلح رحم بجام میاد یا نه؟ یک بار دیگه سوالتون رو تکرار کنی؟ او خیش تبریک در راه دور میاد کمک‌های اقتصادی کنی میگم. خب. صلح رحم بجام میاد. سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ نه. فهمو. سلامت باشید. یعنی خویشاوندانی که دور هستند یعنی با کمک مادی اگر کمک کنید صله رحم به جا میاد یا نمیاد حتمی. ولی اگر چی دور باشد چی نزدیک باشد. ولی دویم برید بگید که چه خیر سوز تینج خیلی توکلت به خدا ما برفتم. این صله رحم نیست. خود دور باشد خود قریب. میره میشینی اکا چیول دوری خوب هستی، سلامتیت خوب است، فرزندو خوب هستن، چی زندگی چه خیلی است. خب اگر امکانیت داشته باشید، امکانیت مالی هم نداشته باشید، خب احوال پرسی و حال خانواده و همه خب چی خدمت کنم. خب که اگر که امکانیت مادی نداری نه دیوال تا سفید کنم، خانه تا جاروب بزنم، لباسات بشویم، یعنی خانه تا یک به ترتیب بدرارم یا که چیکار کنم چی خدمت کنم. اینا میگن صله رحم، اینا میگن خویشتواری. لیکن دور است. وقتی که دور است شما نمیتونید برید چورزونی یا دوزونی در پیشو بشینید و دیگر احوال پرسی کنید بفهمید که چی گپ است چی خبر. نمیتونید، امکانیت ندارید. مدامی که نمیتونید میپرسید. حالا دیگه وسیله ببینید از او کنج دنیا در تماس است و فعلا تماشا دارد. اکثریت بیننده های ما چند هزار کیلومتر از ما دور است، 5-6 هزار کیلومتر دور هستند، لیکن در علاقه هستند، سوالا را میدین، در مناسبت هستند، در یعنی چیز در علاقه هستند. ولی که دور هستند نه میپرسید و چی نیاز دارد. اگر نیاز ندارد بخواید که همچنین توفه یکون کمک مادی میکنید، مشکل صله رحم به وجود میاد، حتمی صله رحم به جا میاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت بخشش یک سوال همین چطور تماشا کردم، یک سوال دیگه بپرسم. مرحمت. همین درباره خیش تواری گفتن صله رحم حضرت اگر خیش تواری انا دوری کنه شما مثلا ما چخیر با او صله رحم میکنیم. امیر حضرت جان که یک میگفته سلامت باشید. خدا خیر برکته. اونی که قطع میکند مسلمان باید قطع نکند. پیامبر علیه السلام میگن که چیز ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. صله رحم نیست که تو از احوال تو بپرسد، از احوال بپرسی، از احوالت پرسید و از احوالش پرسیدی، کمکت کرد و کمکش کردی، این رو میگن چیز یعنی مکافات از دو طرف هم به هم دیگر دادن، داده گریفت. خوب است این. لیکن صله رحم میگه چی هست؟ صله رحم میگه اون هست که وقتی اون قطع میکند به تو ضرر هم برساند، تو صله یعنی معاملت رو قطع نکن، دویم در معامله باش. خب واقعیت بگم زنی اومد نزدی من، یعنی با فرزندش از شوهرش شکایت کرد. خب دیگر مرشد فتوای ما مسئله طلاق و نکاح و میراث دیگر زیاد میایم و شکایت از من گفتم از برای خدا، تو دون خدا خواهری عزیز شوهرت چیکار میکنه؟ دهقان است. خب دهقان است. حالا در روش گپ گفت که از دهقانی میاد دمین قدر گیزاله و دیگر عصبی و دیگر من گفتم گوش کن، همین شوهرت در همین آفتاب خراب چیله توبستان در سایه آدم طاقت شتر ندارن، میره در گرمی در زیر آفتاب میرود کار میکند، بعد بر پیش تو خندیده بیاید، بیچاره مغزی سرش میجوشد. وقتی گیزلک اومد با بعد تو گیزلگی کنی از روی انصاف است، از روی مسلمانی است. او که اومد عصبانی اومد مغزی سرش جوشیده است از گرمی آفتاب. او تو برو که مردک جان برای ما خودت کشتی جانت شوم.
جانت شما برای ما خودت کشتی سوختی، برای ما فرزندو ما سرخم کنم. چند فرزند داری؟ 5 فرزند. چه 5 فرزند به سرخم کنی کردی؟ تولد کردی. یکون بار سرخم نکردی تولد شدین همه فرزندو. ولی وقتی که اون میرود مغز سرش در گرمی افتاب چیله تابستان می جوشد، میآید عصبی یا سوختگی. بعد گفتی که مردک جان خیلی برای ما خودت کشتی و خودت سوختی و عذاب کشیدی و رنج کشیدی، بعد این سرخم کنی می شود. کجاست این انصاف؟ کجاست همین واقعیت؟ چرا نمیبینید واقعیت حقیقت رو؟ لبای الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از راجع نوه خوبه؟ الحمدلله فضل خدا. یک سوال داشتم. مرحبا. امی درباره صله رحم صحبت کرده استاد نه؟ همه گفتیم که همین صله رحم چی پیامدها، چی نتیجه های خوب در جامعه انسانی، در زندگی انسان مثلا چی خوبی ها داره، چی نتیجه های خوب داره همه میفهمید. خدا خیر برکت. یاد سوال نیست؟ نه سلامت باشه. سلام باشید. خب برای همین نگید که این مکوف داده گرفته است. صله رحم چی هست؟ صله رحم اینه که قطع کرد تو وصل میکنی، اون قطع کرد تو وصل میکنی. رنگ او خواهر نمیگی که دیگه که من برم سرخم کنم، پیشو برم سرخم کنم. 5 فرزند تولد کردی سرخم نکده؟ 5 فرزند تولد کردی و بیچاره در چیله تابستان در آفتاب خراق در اون میسوزد، میجوشد، مغز سرش میجوشد، سوختگی میاد، عصبی. بعد با تیرا بگه که صدقت بشم و عصبی که او عصبی اومد خودت یک کم پس برا گمرده جان برای ما و برای فرزندو خودت هلاک کردی، خودت کشتی سوختی در آفتاب خراق در چیله تابستان. صدقت بشم چیکار کنم؟ پوتا بمالم، دستاتا بشم، پوتا بشم، چیکار کنم؟ آب ریزم. میشه زندگی گلستان خانه جنت. او عصبی اومد یا حق دارد که عصبی بیاد، چرا که در او گرمی مغز سرش جوشیدگی است. خب او عصبی میشود. ولی نه خودت نه فرزندای هم تشنه روید در پهلوش با کمک نکنید، بعد با بیاد همه شما را صدقه بشم بیاد. و تو صدقه بشم بگو تو اینکه زندگیت خوب شود، فرزندات برکت بیابند، خودت برکت بیابی، فرزندانت برکت بیابند. کسی که قدال میگوید که صله رحم چی هست؟ رحمه من وصله، یعنی چی؟ قطعه ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. اون قطع کرد تو وصل کن. هیچ گپ نیست. سرخم کن. سرخم رو میگه تیغ نمیبرد. انسانی که تواضع کند، اون خم کردن تواضع کردن به عقلی و به ضعیفی و ناتوانی و به قوتی نیست. مرد سرش رو خم میکند، جوان مرد تواضع میکند. تواضع بدن این قوتمندترین انسان است که تواضع میکند. اونی که فوک سیخ میکند و گردن شخ میکند و میگوید من سر خم نمیکنم، اون ضعیف است، ناتوان است، ناکام است، ناکام زندگی میکند. پیامبر اصلا میگه که من تواضع لله رفعه الله. کسی که تواضع میکند، سر خم میکند، تواضع میکند، خاکساری میکند در زندگی، پروردگار رو میبردارد، پروردگار رو با برکت میکند. از زندگی از عمرش، از رزقش، از خانوادهش، در فرزندانش، همش برکتش رو می افزاید. سعادتمندترین انسان زندگی میکند. حالا گوه خود تعریف کنی نشود. بعضی جای میشینه میارن میخوان که چند تکسری ندین برادر بره میگه عادی. من عادت تکیه کردن ندارم. عادی مثل مردم یک خیل همه جو عادی. انسان هر چقدر که عادی زندگی کنید، زندگی همونقدر آسان میشود برایت. هر چقدر تواضع کردید زندگی آسان میشود، هر چقدر کبر کردید زندگی دشوار و مشکل میشود. برای همین بینندگان عزیز گرامی، وقتی که خویشاوندان قطع میکنند، قطع نکن، هیچ وقت سرخم کن. سرخم کردید، تواضع کردید، کم نمیشوید. تواضع کردید کم نمیشوید. خداوند عزوجل از عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو میدهد. تواضع کنید، قطع کردن وصل کنید، بروید. حتی دشنامت هم دادن بروید. هم انسان از روز بعد به خود میآید. روزی بعد به خود میآید.
برای همین یعنی صله رحم این معنی رو ندارد که اون نیکی کرد نیکی کنی، اون نیکی بدی کرد بدی کنی. نیست. او بدی کرد نیکی کن. این رو میگن صله رحم. مرام نیستن انسانای از خیش تبرایی که بدی کردن، نیکی بدی نکردیم، نیکی کردیم. ما میخوایم نیکی کنیم. هستن در زندگی. چرا من بعضی چیزا رو به خاطر عبرت شود، به خاطر اینکه مسئله روشن شود که اسلام چی میخواهد، مسلمان چی مناسبت داشته باشد. نعوذ بالله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وقتی که من از خودم میگویم این معنی رو نداره که یعنی من بگویم که من کامیابم. نه، من کامیاب نیستم، لیکن کوشش میکنم کامیاب باشم. لیکن همین کوشش کند مسلمان که کامیاب باشم در کارهای خیر نیک، پروردگار کامیاب میکند. پروردگار کامیاب میکند. برای همین وقتی داشته ما با فکرم که با پایان میرسد. حالا اینجا یک چند سوال های پیشکی هم چطوری که در اول صحبت گفتم، اینجا برادرم گفتن که چیز سوال قسمتی سوالشون بود که صله رحم به جامعه چی منفعت دارد؟ آخه جامعه و جمعیت ما، کشور و وطن ما در صورت با برکت و آرام میشد که مردمش با هم دوست باشن، برادر باشن، نکوکار باشن، به همدیگر نیکی کنن، همدیگر را دوست بدارن، همدیگر را آغوش بگیرن، همدیگر را احترام کنن، همدیگر را قدردانی کنن. میشود وطن، کشور، حکومت، جامعه یک جامعه با برکت. و دولت هم دولتی بزرگ، دولت و حکومت هم دولت و حکومت کامیاب و موفق. خب دولت ملت و کشوری که سرزمینی که اینش با اینش دشمن، اونش با اونش دشمن، آدمگری و انسانگری و آرامی جامعه بیجا می شود، نیست، نابود می شود. جامعه و جمعیت هم به برکت می شود. از صله رحم نه تنها خویشاوند، حتی کشور، حتی وطن، حتی دولت، حتی حکومت برکتش رو، منفعتش رو، فایدهش رو همه میبینند. برای همین باید که یعنی چیز مسلمان باید دویم خیرخواه باشد، دویم کوشش کند که کاری نیک انجام بدهد، هیچ وقت کاری بدی انجام ندهد. کدام عمل ها میگوید که چی هست؟ ضد صله رحم است. قهر کردن، ضرر رسانیدن، بدخواه بودن، این همه مقابل صله رحم است. و صله رحم کردن، پیوست شدن، مناسبت کردن، معامله نیک داشتن، رفت و آمد کردن، همیشه خیرخواه بودن. اگر امکانیت و وضعیت و شرایطی هست دست کمک دراز کردن، موافق امکانیت. سلامت موفق باشید. در اخیر برنامه از پروردگار با دعا برای همه شما بینندگان و خصوصا مهاجرانی که در مهاجرت مهنتی هستند، مسافرانی که در مهاجرت مهنتی هستند و دور از خویش توارا هستند، دور از پدر و مادر هستند و دور از زن و فرزند هستند، همیشه در مناسبت باشید، همیشه در علاقه باشید، همیشه در تماس باشید، همیشه زنگ بزنید به پدر جان، به مادر جان، به زنک جان، فرزندو جگرم، فرزندم، عزیزم. و کاری نکنید فرزند که خجالتم کنی، احتیاط باش، بخون، آداب داشته باش، اخلاق داشته باش، بیهوده گردی نکن، وقت رو بیهوده نگذرون. یکی از نشانهای بد دیدن پروردگار بندهش رو، نشانهش همین است که وقتش رو بیهوده میگذرونن. خدا نشانه دهد این غضب پروردگار است. برای همین دویم فرزندا رو توصیه و نصیحت کنید که وقت بیهوده نگذرونن. متاسفانه حالا بعضی جوانا همین تلفن در دستشون، نمیدونم که همین بازیچهای سرخ به سرخ، سفید به سفید، کبود به کبود، همین دیگه مغزش گیج شدگی، کلک کدو شدگی، دیگه هیچ چیز را قبول ندارد. نه دیگه خوندن نمیفهمد، نه جمله را میفهمد، نه نصیحت. چرا؟ بخاطر کله را کدو کردگی است. نکنید. یا بعضی زنهایی که تلسریال ها رو تماشا میکنن که فقط فسق است و فجور است، خیانت به شوهر است و خیانت به خانواده است و با خیانت به فرزند است، همون کینو و با اون قهرمانی همون کینو هست. اون زن که خیانت به شوهرش میکند، خیانت به فرزندش میکند، خیانت به همه میکند.
در روبروی تلویزیون ساعتها رو بیهوده در چیز بیهودگی و وقت رو اسراف میکند، حرام میکند، وقت زندگی خودش رو حرام میکند، میگذراند. حذر کنید. یکی از نشانه‌های بد دیدن پروردگار هر بنده ایش این است که اون بنده وقتش رو بیهوده میگذراند. وقت رو بیهوده نگذرانید. از هر لحظه عمر استفاده کنید. هیچ کار مشغولی نیستید، خانه و در رو تازه کنید. سر لباس فرزندو اهمیت بدهید. یا که از دور هستید همیشه در تماس باشید، در معامله نیک باشید. هیچ وقت کم نمیشوید. خداوند عزوجل عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو برایتون میدهد و از خداوند عزوجل عزت و برکت و سعادت ابدی رو برای همه شما آرزو و تمنا میکنم. همیشه موفق و کامیاب باشید و همیشه با این برنامه فعال باشید و سوالای هر سوالی که باشد چی از جهت زندگی، چی دینی، چی عقیدوی، چی فکری، چی زندگی، کدوم نموده که نباشد، چون خواهش میکنیم سوالا رو پیشکش کنید. متحد امکان کوشش میکنیم که به همه سوالای شما جواب بگردونیم و به هر شبکه های تندرو و بدخو که کشورها رو سوختن، کشورها رو ناآرام کردن، اون شبکه ها و اون شخص ها و اون گروه های بدخو کشورها رو آتش زدن، به خون خاک کشیدن، با واسطه چی؟ با این گیج کردن و اساسه های شیطان صفتیشون با هر شبکه دین و دینداری و ایمان و عقیده و اسلام و دینداریتون رو نپرسید. از یک جهتی بپرسید که خیرخواه شما باشن، خیرخواه وطن شما باشن، خیرخواه کشور شما باشن، همیشه آرامی این سرزمین و این ملت، این دولت و این حکومت و این مردم و این کشور رو بخواهند و خیرخواهی دین و مذهب خود باشند و از خدا بترسند. وسیله های ناآرام کن نباشند. وسیله های آرام کنی یعنی اخوت و برادر و دوستی باشند. از اونا سوالای دینی خود رو کنید. من همچون رئیس شورای علما از همه شما خواهش میکنم که در مسئله سوال و جواب دینی احتیاطکار باشید. چرا که دیدیم که همون گروه های بدخواه حتی هم جوانای به فرهنگ و به معرفت و به تجربه رو چکار کردن؟ گمراه کردن، در مسجد ها ترکش کردن، در مسجد ها خنجر زدن به مسلمان ها و انسان های نمازگزاری با تقوی پرهیزگاری خدا ترس خنجر زدن و به قتل رسونیدن، ترکش کردن. و مسلمان این کار رو میکند. لیکن اون گروه های بدخواهی هستند که میخواهند یک جای نوران کنند تا اینکه از اونجا تمامی دارندگی اون ملت اون دولت غارت کنند و اونا رو همچون غلامی حلقه برگوش سوی استفاده کنند. برای همین از خداوند عزوجل برای همه شما خیر و برکت میخواهم. تا برنامه دیگر خدا نگهبان. پناه بخدا.